سازماندهی. برنامه امروز 22 تیر ماه 1391 برابر با 12 ژوئیه سال 2012 رو میشنوید. ساعت 11 شب 11:02 یا 3 دقیقه به وقت تهران هستش و همونطور که میدونید برای تماس با ما میتونید از شماره تلفن 201-818-934-0744 استفاده کنید و همچنین آدرس ایمیل رادیو اتحاد @yahoo.com. بسیار خوشحالیم که این برنامه های رادیو اتحاد مورد توجه جوانان کشور قرار گرفته و تماس های قابل توجهی رو از جانب اونها داریم که برای ما بسیار ارزشمنده و درود میفرستم به تمام این جوانانی که همت میکنن و با تماس های خودشون نشون میدن که در دل جامعه ایرانی عنصر پویایی در واقع در جریان هست و تعهد نسبت به ایجاد تغییر و ضرورت تغییر در جامعه ایران به صورت مهم و جدی مطرح هستش. امیدوار هستیم که این جوانانی که به 1% در واقع 1%ی که مورد نظر ما هست تعلق دارن بتونن در ماه‌های آینده نقش اساسی و حساس و تاریخی خودشون رو در آنچه که در ایران روی خواهد داد ایفا بکنن و برای منظور هم دعوت میکنیم مثل تمام برنامه‌ها و موارد دیگری که راجع به اون صحبت کردیم که هموطنانمون به فکر کار جمعی و تشکیل تیم‌هایی باشن در بین خودشون، تیم‌های شهروندی که بتونه کمک بکنه به انجام به اصطلاح مأموریت‌های حساسی که به دوش این 1% خواهد بود در شرایط و فضایی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم در ماه‌های آینده. به هر حال این جزء موضوعاتی هستش که مد نظر ماست. همچنین یادآوری می‌کنم که تدارکات لازم داره انجام میشه برای آغاز پخش برنامه‌های رادیو اتحاد بر روی ماهواره‌ای که در امریکای شمالی عمل میکنه، ماهواره گالاکسی 19 و به این ترتیب ایالات متحده و کانادا هم در کنار اروپا، خاورمیانه و ایران تحت پوشش برنامه‌های رادیو اتحاد قرار میگیره و امیدوار هستم که هموطنانمون یاری بدن در تبلیغ هرچه بیشتر این رادیو برای شناسوندن اون به هموطنان مقیم آمریکای شمالی تا بتونن اونها نیز از طریق این ماهواره گوش بدن. مشخصات دقیق و زمان آغاز پخش برنامه ها رو بعداً به اطلاعاتون خواهیم رسوند. در حال انجام تدارکات اداری و فنی این کار هستیم. و اما در برنامه نگاهی به ایران خدمتون گفتم که اتفاقی افتاده، جناب افتخاری اشاره کردن به این اتفاق و بسیار مهم و دلخراش هستش و اون موضوع کشته شدن یکی از هموطنانمون هست. یک جوانی رو اینها در به اصطلاح محله خزانه در جنوب تهران در فلکه اول خزانه در روز در واقع نیمه شعبان یه مراسمی بوده اونجا، وی رو پلیس جنایتکار جمهوری اسلامی به روش تیراندازی میکنه و یک جوان بیگناه 16 ساله، این نوجوان در واقع از فاصله 20 سانتی متری بهش شلیک میکنن و او رو با گلوله از پای در میارن. نوجوانی به اسم علی قاسمی. شاهدان اینی که در صحنه بودن گفتن که این مأمور بدون هیچ گونه دلیلی در واقع تپانچه‌ش رو در میاره و از ترس اینکه مردم دارن بهش نزدیک میشن که تیکه پارش بکنن شلیک هوایی میکنه و بعد هم به روی این پسر شلیک میکنه و همه خشکشون میزنه اونجا طبق این خبر که چی شده، چرا یه پلیسی باید بدون هیچ گونه دلیلی به اصطلاح شلیک بکنه. ما این رو میدونیم هموطنان عزیز که در کردستان اون عزیزان کردی که زحمتکشانی که برای کسب درآمدی میرن به اون طرف مرز و بار برمیدارن روی کولشون میذارن و میارن در داخل که بفروشن، به کولبران کرد معروف هستن.
جمهوری اسلامی به طور متوسط در نظر بگیرید هفته‌ای 2 تا از اینها رو داره میکشه، هفته‌ای 2 تا از اینها دارن کشته میشن. اینجا من یه سوالی مطرح میکنم و اونی که وجود این جمعیت قابل توجه مسلح کرد متعلق به سازمان‌های انقلابی کرد چه وظیفه‌ای بالاتر از این میتونن برای خودشون قائل بشن که از این قشر زحمتکش حمایت بکنن و کاری بکنن که جمهوری اسلامی دیگه برای مقابله با این کولبران دست به اسلحه نبره. اگر بابت هر یک کولبری که دارن اونا میکشن سازمان‌های کرد یه 2 تا تلفات ناقابل از جنایتکاران پاسدار میگرفتن، این یه جای متوقف میشد. یعنی اینا میدونستن که اینجوری اینا خیلی عذر میخوام شکار نیستن که به گلوله ببندنشون. من نمیدونم وظیفه انقلابی چی میتونه باشه، من نمیدونم چه توجیه و چه بهانه‌ای میتونه داشته باشه، وجود داشته باشه. ولی اگر من در یک تشکل مسلح کرد بودم قطعا نمیذاشتم به اصطلاح این زحمت کشانی رو که بابت نون شبشون دارن جونشون رو به خطر میندازن بی‌دفاع رهاشون بکنیم و اجازه بدیم که اینا هفته‌ای 2 تاشون رو شکار بکنن. خب وقتی قضیه سیستماتیک میشه که دیگه نمیشه برسه یه بار باشه 2 بار باشه آدم میگه اتفاقی بوده، تصادفی بوده. ولی چند کولبر رو اینها تا به حال در منطقه کردستان قتل عام کردن، کشتن بدون هیچ گونه تعارفی. و آیا کسی بوده که جوابگو باشه بابت این مسئله؟ چرا باید به مورد پذیرش قرار بگیره این امر؟ به همین دلیل من فکر کنم بد نباشه که هموطنان کرد ما در منطقه کردستان و حالا توضیح خواهم داد که در رابطه با همین نوجوانی که کشته شده سایر بچه‌های اون منطقه چه کار میتونن بکنن به معنی خاص کلمه. چون اینطوری که گزارش میدن ظاهرا از همون روزی که این اتفاق افتاده اون منطقه ملتهبه، یعنی منطقه خزانه از تقریبا میشه گفت نیمه شعبان چند روز پیش تا حالا دائم درگیری هستش و جوانها برای انتقام گیری از ماموران انتظامی به گشت‌های پلیس حمله میکنن یا شعارنویسی میکنن یا تجمع اعتراضی میکنن، پلیسا میان با اونها درگیر میشن و هر روی پیوسته در اونجا چی هستش؟ درگیری وجود داره در طی روزهای گذشته. حالا ما میبینیم که اگر عنصری به اسم آگاهی، عنصری به اسم اطلاع رسانی درست سیستماتیک و همینطور سازماندهی وجود داشته باشه چگونه از فرصت‌هایی مثل این میشه استفاده کرد. یکی از بچه‌های به اصطلاح منطقه خزانه بخارایی اعلام کرده که آقا اینجا شلوغه و ای کاش بچه‌های راهن، شوش، میدون اعدام، محله‌های نزدیکتر بیان به کمک مردم خزانه، بیان به کمک جوانانی که اونجا دست به اعتراض میزنن، به خصوص تجمع میکنن جوانها مقابل کلانتری تجمع کردن و بشه رفت به سمت اینکه اون منطقه رو در این رابطه فعال کردش. میبینید عزیزان اصرار و پافشاری که ما داریم در آموزش فن خودسازماندهی برای این موارد، تأکیدی که ما داریم بر این که هموطنان گرامی خودسازماندهی کنید، خودتون رو آماده بکنید که اگر فرصتی به وجود اومد برای این گونه موارد هستش. یعنی مواردی که شما میبینید به طور مشخص یه فرصت به وجود اومده و این فرصت قابل استفاده هستش و میشه چیکار کرد؟ میشه ازش استفاده کرد. این الان از این پس ماجراها اینجوری فراوان خواهد، برای اینکه جو به طور کلی، جو جامعه جو پرتنشی است. این رو آدم هر جا میره احساس میکنه. نگاه بکنید به پدیده‌ای که من میخواستم امروز در برنامه صحبت بکنم راجبش، راجب استقرار اعلام نشده حکومت نظامی در شهرهای بزرگ.
یه لحظه دقت بکنید و پیشنهاد میکنم که محدود نکنید به اون 4 تا خیابونی که به طور روزمره ازش رفت آمد میکنید. یه ذره وسیع‌تر برید سراغ چند تا از مناطق اصلی تهران. برید یه سری به میدون انقلاب بزنید، یه سر به میدون آزادی بزنید، یه سر به ترمینال بزنید، یه سر به شهرک غرب بزنید، بعد بیاید جنوب شهر به اصطلاح نگاه بکنید به مناطق جنوبی خیابان کارگر، میدان راهن نگاه بکنید، میدان قزوین رو نگاه بکنید، یه سری به شوش بزنید، یه سری به همین خزانه بزنید، جو جامعه رو ببینید. در میدان راهن، ایستگاه راهن، اونطوری که گزارش میدن انگار که دوره جنگ جهانی دوم فرانسه اشغال شده است، اینقدر مأمور ریختن اونجا. میدونید تحت چه عنوانی؟ طرح مبارزه با بدحجابی در ایستگاه‌های قطار. ببینید کار به کجا کشیدیم. اینا برای داستان حجاب که نیست عزیزان، برای ایجاد وحشت، برای کنترل داشتن بر جاهایی که جمعیت به طور طبیعی زیاده و احتمال شکل‌گیری جمع‌های گسترده پرشمار ناگهان میره. ترمینال‌ها، ایستگاه‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های مترو، خیابان‌های شلوغ، جاهایی که مثل بازار مردم رفت آمد زیاد دارن، پر از مأموره. ریختن تو خیابونا، هرچی نیروی انتظامی و غیره داشتن ریختن تو خیابونا. گزارشی به دست ما رسیده که بسیار ارزشمند. تشکر میکنم از این جوانان شجاعی که از درون نیروهای عملیاتی و امنیتی رژیم شجاعت این رو دارن که گزارش میفرستن. یکی از کسانی که گزارش فرستاده برای ما، برای حدوداً 24 ساعت قبل، چند ساعت قبل، در واقع 24 ساعت هم نمیشه، این گزارش رو فرستاده تحت عنوان خبرنگاری افتخاری رادیو اتحاد. از جلسه ای خبر میده که روز گذشته در بسیج به اصطلاح وجود داشته و این فردی که برای ما گزارش داده در اون جلسه حضور داشته و احضار کرده بودن نیروها رو تا توجیهشون کنن برای یه مسئله بسیار مهم. همونطور که میدونید بسیج مأموریت یافته بود یک طرحی رو اجرا بکنه تحت عنوان طرح صالحین، از این واژه‌های کثافتی که در مکتب نجاست خودشون فقط معنا داره. وقتی میگن طرح صالحین یعنی طرح نجاست ها، طرح شارلاتان ها، طرح دزدها، طرح متجاوزین. این طرح چی بود؟ به بسیجی ها گفته بودن آقا برید سراغ بچه ها، سراغ کودکان و نوجوانان. این طرح برای این بودش. اونایی که در جریان نیستن میتونن جستجو بکنن، بر روی به اصطلاح اینترنت میبینن. طرح صالحین و این سردار جنایتکار نقدی اومده بود اعلام کرده بود که بیاید بسیجی ها و برید در مساجد و مدارس و محلات سراغ بچه های 5-10 ساله، اینا رو مغزشون رو کار بگیرید، شروع کنید شروع گفتن در رابطه با خدا و پیغمبر و نمیدونم از این مزخرفات و رهبری و ولی فقیه و اسلام و خدا و جهنم و بهشت و این. حالا خدمتتون بگم بر اساس خبری که چند ساعت پیش به دست ما رسیده، در این جلسه گفتن آقا طرح صالحین رو فراموش کنید، بی خیال طرح صالحین. به تمام این اوباش بسیجی دستور دادن شما از این به بعد 2 تا مأموریت عملیاتی و اطلاعاتی دارید. یعنی چی؟ یعنی اینکه برید به میون مردم و کنترل بکنید، اطلاعات به دست بیارید و هر جا که خطری هست حمله کنید، دستگیر کنید، بازداشت کنید.
ببینید وضعیتشون به چه روزی افتاده هموطنان. دارن گله های بسیجی رو، سگ های هار بسیجی رو میندازن به جون مردم. میدونید در این جلسه ای که در به اصطلاح مناطق مختلف بسیج سراسر کشور بوده، دلیل تغییر مأموریت مجریان طرح صالحین رو چیز کردن؟ من خدمتتون میگم. گفتن که باید آماده شد برای شورش ها. دقت میفرمایید. مسئولان بسیج توجیه که میخواستن بکنن بسیجی ها رو که چرا ما داریم به جای اینکه بگید قبلا گفته بودیم برید مغز بچه ها رو کار بگیرید و بگید که حضرت امام خامنه ای نمیدونم یه مقدار مقامش از خدا بالاتره، الان چرا داریم مأموریتتون تغییر میدیم؟ برای که ممکنه مردم شورش بکنن هر لحظه. ببینید هموطنان عزیز، ما که غیبگو نیستیم در رادیو اتحاد. تحلیل های ما مبتنی بر داده هاست و این داده ها رو همونجوری که ما در اختیار داریم اونا هم در اختیار دارن. اونا هم جو جامعه رو میبینن، میسنجن بسیار مفصلتر و احتمالاً با امکانات خیلی بیشتری از ما. و چه اتفاقی داره میفته؟ داره میگه که برید از این پس بین مردم و سعی بکنید چیکار بکنید که اطلاعات به دست بیارید و عمل بکنید. بعد دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آقا فراموش کنید مخشویی بچه ها رو، ممکنه هر لحظه یه جایی یه جرقه بخوره شورش شروع بشه. پس میبینید عزیزان، زمانی که ما میایم راجع به شورش ها صحبت میکنیم، در حالی که بخش های عمده از اپوزیسیون نشستن برای قانون اساسی بعد از جمهوری اسلامی دارن صحبت میکنن که آقا سکولاریسم باشه یا سکولاریسم نو باشه یا ال باشه یا بل باشه، نگاه بکنید که آیا بسیج میادش به بسیجی ها میگه آقا برید در خیابان با سکولاریسم مبارزه بکنید، یا با اون چیزی که ما الان ماهاست داریم میگیم در مورد احتمال جرقه خوردن شورش ها در کشور. خودتون قضاوت بکنید. فرماندهان بسیج رو توجیه کردن که آقا بسیجی ها رو حصار بکنید، براشون جلسه بذارید و تمام اونایی رو که تو طرح‌های مختلف فرهنگی و اسلامی و کوفت و زهر ما رو امر به معروف و نهی منکر و اینها فعال بودن بفرستید برای کار عملیاتی اطلاعاتی، چون احتمال داره که شورش ها بروز بکنه. و حالا این رو شما داشته باشید. اجازه بدید بیام روی نکته دیگه، و اونی که بهشون گفتن که آقا این که شما جلوی چشم ملت رو میگیرید میزنید و کتک میزنید و غیر و ذالک، این خطرناکه ها، این ممکنه برامون درد سرساز باشه. ببینید به بسیجی ها چه راهنمایی کردن. گفتن اول ملت رو بگیرید بکشونیدشون تو ساختمونا، تو اداره ها، تو کوچه های فرعی، تو پایگاه های بسیج، جاهایی که نتونن شما رو ببینن دارید چیکار میکنید، اونجا حسابی بزنید آشولاششون کنید. ببینید اینم راهنمایی دوم. یعنی داره به زبون بی زبونی میگه که آقا اوضاع خرابه، ممکنه یه دونه از این به اصطلاح جنایت هایی که دارید جلوی چشم مردم میکنید ببینن، مردم ناراحت بشن، عصبانی بشن، خشمشون جرقه بخوره، تیکه پارتون بکنن. چند تا تونه که تیکه پاره بکنن شروع میشه. چون میدونید مردم ایران، مردمی که در نوعی خواب فرو رفتن، اینجوری هستش که بیدار میشن که ببینن یکی افتاده جلو و داره این کارو میکنه. بنابراین بچه هایی که در داخل کشور به عنوان نیروهای کنشگر هستید و عمل میتونید بکنید، نیازی نیستش که به ما بگید که میتونید عمل بکنید یا نه. نیازی نیستش که به اصطلاح ما در جریان باشیم که شما میتونید عمل بکنید یا نه. بحث ما، روش کاری ما در مورد روش کاری خودسازماندهی هستش.
خودسازماندهی یعنی اینکه خودتون تصمیم میگیرید و خودتون اجرا میکنید، خودتون فکر میکنید، خودتون تشخیص میدید، خودتون عمل میکنید، ارزیابی میکنید و بر اساس یک سیستم خودگردان عمل میکنید. دقت بکنید، من این رو برای عزیزانی که با ما تماس میگیرن عرض میکنم. در همین روزهای گذشته به اصطلاح تماس‌هایی که داشتیم، من دارم عرض میکنم خدمت این عزیزان که در مورد خودرهاگران دقت داشته باشید که کار ما عمدتاً بر کار آموزشی استوار هستش. ما راهکار رو ارائه میدیم، به قول قدیمی ها خط رو ارائه میدیم. در واقع ارائه هم به معنی آموزشه، یعنی به شما میگیم که به عنوان یک واحد خودکفا چه کار میتونید بکنید. اگر شما یه واحد دانشجویی هستید، ما در برنامه‌های توضیح میدیم در مورد هسته‌های دانشجویی، پیوند بین هسته‌ها، ایجاد شبکه‌های دانشکده‌ای، دانشگاهی و بعد شبکه‌های میان دانشگاهی که از توش شبکه سراسری دانشجویان ایران 60 تا، یکی از طرح‌هایی که کمیته دانشجویی ما 1.5 سال پیش ارائه داد نمونه اون هستش. زمانی که بحث کارگران میشه، ما تاکید میکنیم بر ضرورت ایجاد واحدهای مستقل کارگری در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و بعد تلاش کردن در بهره بردن از تجارب موجود و تشکل‌های شبه سندیکایی یا سندیکایی موجود برای پیوند دادن اینها به طور مثال. زمانی که بحث به قول معروف مبارزه کردن در عرصه مدارس هست، ما به معلمان توصیه میکنیم هم چیکار بکنیم. حالا یه سری بچه‌ها هستن که میخوان دست به کارهای مختلف بزنن خودشون. یه واحدی هست مثلا واحد عملیاتی خودش رو ارزیابی میکنه. آموزش این واحدهای عملیاتی چی هستش؟ تشخیص بدید چه کاری هست که میتونه سبب بشه مردم خشم و نفرت خودشون رو بتونن ابراز بکنن نسبت به اینها، اون کار رو انجام بدید. ببینید اگر گشت‌های بسیجی، موتورسوارها، لباس شخصی‌ها، اطلاعاتی‌ها، نیروی انتظامی، امنیت ازشون گرفته بشه، جو جامعه عوض میشه. ببین تا زمانی که من بسیجی آدمکش که خلافکار هستم، لواطکار هستم، بچه باز هستم، نمیدونم همه کثافت‌های دنیا رو در وجودم جمع کردم، یه ریش کثیفم گذاشتم، یه اسلحه‌ام بستم، اومدم دنبال شکار. تا زمانی که همراه با یه نجاستی مثل خودم میشینم پشت یه موتوری و میام تو خیابون و هر غلطی دلم بخواد بکنم، خب اوضاع در دست ماست. ولی اگر یه بار که اومدیم سر یه چهارراهی، 4 تا جوون به صورت برنامه‌ریزی شده اومدن یه پذیرایی مفصل از ما کردن به نحوی که ننه جانم باید یه 6 ماهی برام کمپوت بیاره تو بیمارستان، در این صورت ترس و وحشت میره تو دل امثال بنده. ببینید چقدر ساده است داستان. دیروز ما در برنامه با جناب افتخاری صحبت از این کردیم که این ضرورت وجود داره که شما نظم جامعه رو به هم بریزید. نظم حاکم بر جامعه رو که نظم دیکتاتوریه، نظم پلیسی امنیتیه، نظم آخوندی بازاری پاسداریه رو باید بشکنید. باید نشون بدید که آقا داستان به هم خواهد بود. باید نشون بدید که یه نیروی در درون جامعه وجود داره که میتونه چیکار بکنه، میتونه قضیه رو به هم بریزه. واحدهایی مثل واحد امیرکبیر در اون شهرستانی که به دلایل امنیتی ازش اسم نمیبرم، شما عزیزان نیازی نداره که با ما بخواید کار خاصی رو انجام بدید. مأموریت خودتون رو میدونید. مأموریت یه واحد خودسازمان یافته توسط واحد تعیین میشه، نه توسط بیرون. تمام بحث خودرهاگران در مورد استراتژی دراز مدت و تاکتیک کاری کوتاه مدت بر روی خودمدیریتی و خودگردانی هستش. ما به هیچ عنوان وارد نوکاری که بتونه شما رو امنیتتون رو به خطر بندازه نمیشید، برای اینکه هر گونه دخالت ورزی ما از خارج از کشور برای شما مسائل و مشکلات جدی امنیتی به وجود میاره. اینو ما تجربهشو داریم، تجربه مربوط به سالها قبل تمام اینا رو کار کردیم، تمام اینا رو به طور عملی تجربه کردیم، درساشو در آوردیم که امروز میایم با این قاطعیت میشینیم در مورد روش خودسازماندهی مبارزه صحبت میکنیم.
والا اگر ما هم اهل هوس و نمیدونم اینا بودیم که خب آقا یه واحد عملیاتی با ما تماس گرفته میگه من میتونم آقا برو اونجا رو مثلا فلان کن، برو فلان جا. نه، ما این کارو نمیکنیم. آموزش و راهنمایی اگر میخواید ما در خدمت هستیم. هر سوالی که در مورد نوع مبارزه، در مورد تاکتیک ها، تکنیک های مبارزه اگر دارید، ما میریم جواباشو در میاریم در کمیته نافرمانی سازمان خودرهاگران و میاریم خدمت شما ارائه میدیم. اما به دنبال هدایت و رهبری مبارزات خودتون در داخل کشور از خارج نباشید، نه از طرف ما نه از طرف هیچ جریان دیگری، برای اینکه 99% ریسک کارتون بالا میره. این رو خدمتتون بگم. 1% میمونه که اونم شانسه بتونید جون سالم به در ببرید. از زمانی که وارد این مقوله بشید که بخواید هدایت یا گرفتن راهکارها و راهبردهای خودتون رو به طور مشخص از خارج بذارید، این میتونه برای شما چی داشته باشه؟ عوارض بسیار جدی داشته باشه، عوارض منفی بسیار جدی. چرا؟ چون بلافاصله امنیت شما رو به خطر میندازه. پس چه کار نباید کرد؟ نباید به دنبال این بود که برای مأموریت‌های خودتون از کسی بیرون از واحد خودتون دستور بگیرید یا خط بگیرید. آموزش چه؟ آموزش ما در خدمت هستیم. تمام نکات فنی و ریز رو میتونیم اینجا براتون باز بکنیم برای اینکه بدونید نوع کار مثلا یه واحد عملیاتی در داخل شهر چگونه است. یه مثال خدمتتون میدم تا روشن بشه. صحبت کردیم در مورد اینکه چجوری میشه از این گشتای موتوری بسیجی و اطلاعاتی و اینا پذیرایی کردش. ببینید این مورد رو من امروز باز میکنم تا بدونید وقتی صحبت از آموزش میکنیم صحبت از چه نوع آموزش هایی میکنیم و چه کارا میشه کردش. هر واحدی برای عملیات احتیاج به 3 4 5 نفر داره تا بتونه چیکار بکنه، تا بتونه اطمینان پیدا بکنه که کار ممکنه و شدنیه. هیچ وقتی احساس میکنید کمی ضعیفید، افراد ناتوان در جمعتون هست، افراد ترسو هست در بینتون، افراد بی عرضه هستش که ممکنه دست پاشون رو گم بکنن، اینا ریسک نکنید، نرید پایین داستان. زمانی برید که یه تیم عملیاتی به معنی خاص کلمه دارید. یعنی یه حالتی داره که گویی از اصطلاحی که استفاده میشه میگن کماندو شهروند. شهروندانی هستید که به دلیل اینکه تمرین کردید، تمرین بدنی کردید، ورزیدگی به دست آوردید، آموزش دیدید، مثل یک کماندو عمل میکنید. منتها کماندو ارتش نیستید، کماندو شهروندان هستید، در خدمت مبارزه اجتماعی هستید. این چی کار میکنه؟ این تیم کماندویی میادش و میره مستقر میشه در یه جایی و شناسایی میکنه در درجه اول بر سر یکی از چهارراه‌ها در یکی از این خیابون‌های فرعی، به بهانه‌های مختلف اونجا توی ماشین، از توی بالکنی، از تو پارک، نمیدونم اینا مستقر میشه و یک محل مشخص رو تحت نظر میگیره. محل مشخصی که کم یا بیش میدونید که از اونجا گشتای موتوری مثلا بسیجی یا اطلاعاتی رد میشن یا نیروی انتظامی. بسیار خوب شناسایی میکنید منطقه، راههای ورودش چیه، راههای خروجش چیه، راههای فرارش چیه، از کجا ممکنه کار دچار اشکال بشه، از کجا میتونید استفاده بکنید برای اینکه اگر کار دچار اشکال شد بتونید منطقه رو ترک بکنید. آیا وسیله‌ای میتونید استفاده بکنید، آیا باید پیاده باشه. شروع میکنید به شناسایی ساعتهای عبور و مرور، چند بار در روز میان و میرن، چه ساعتهایی بیشتر میان و میرن، آیا یه نظمی وجود داره یا تصادفی میان و میرن. همه اینا رو در میارید. پس ببینید سر فرصت این کماندو شهروندان بررسی میکنن برای اینکه بدونن منطقه عملیاتیشون چجوریه. خوب شناسایی میکنن به صورت 360 درجه. دقت بکنید 360 درجه محلی رو که میخوان مورد استفاده قرار بدن برای عملیاتشون شناسایی میکنن.
اینا همه تجربه شده است. اینا رو بچه‌های امریکای لاتین به صورت جزواتی در آوردن و موجوده، حتی رو اینترنت هم هستش. بعضیاش از زبان اسپانیایی ترجمه شده به زبان انگلیسی، فرانسه و غیره و هست. بر مبنای اوناست که ما این آموزش ها رو ارائه میدیم خدمتتون و همچنین بر مبنای چیزهایی که تجربه شده. منطقه رو شناسایی میکنه، مکان رو خوب شناسایی میکنه، راهکارها رو در میاره، ساعتها رو در میاره، زمان عبور و مرور نیروها رو بیرون میکشه، توان نیروهایی که رد میشن رو برآورد میکنه. آیا یه موتوره، دوتا موتورن، با فاصله با هم میرن، کنار هم دیگه میرن، رو هر موتور چند نفر هستش، اینایی که هستن معمولا چه تیپ افرادی هستن، از این بسیجی های الکی قلابی هن یا از اطلاعاتی های مثلا کارمندای حرفه‌ایشون هستن. اینا رو در میاره، برآورد میکنه. اصطلاحاً باید شما دو چیز رو برآورد بکنید دیگه، برآورد نیروی دشمن، برآورد نیروی خودتون، علاوه بر شناسایی منطقه که ازش به عنوان برآورد محل نام میبرن. اینا رو همه رو شناسایی میکنید، زمان مناسب رو تشخیص میدید، نیروی خودتون رو تنظیم میکنید بر اساس میزان قدرتی که برای اجرای این عملیات لازم دارید. تقسیم کار میکنید بین خودتون به طور دقیق روی کاغذ در درجه اول. 2 3 4 5 نفر هر چه که هستید، وقتی تشخیص دادید به چند نفر احتیاج دارید برای این عملیات، مثلا 4 نفر، بین خودتون 4 نفر تقسیم کار میکنید. تقسیم کاری که بایستی دقیق باشه، بایستی هر فردی بر اساس توانایی و آمادگیش نقش رو بپذیره، نه بر اساس همینجوری تقسیم بندی رو هوا. کار اصلی رو بسپرید به دست شجاعترین، قویترین و زرنگترین عواملی که در تیمتون دارید. کارهای حاشیه‌ای و فرعی رو بسپرید به دست اونایی که آمادگیشون کمتره، توانایی جسمیشون کمتره. طراحی بکنید که با چه وسایل و امکاناتی باید در صحنه حضور پیدا بکنید، به چه چیزی احتیاج دارید. و با توجه به اینکه این قضیه الان در این شرایط قرار هستش که به عنوان عامل انگیزه بر آفرین جنبش باشه، حتما و حتما باید وظیفه یکی از اعضای تیمتون این باشه که با فاصله در یه جای خیلی امن این صحنه رو فیلم برداری یا عکس برداری بکنه. چرا؟ چون قراره که شما اینو منعکس بکنید، به واسطه انعکاس این جامعه ببینه که یه عده‌ای دارن چیکار میکنن. اگر برید و بی سر و صدا این کار رو بکنید و توی خیابونید همه چیز تموم بشه، اونا هم بلندشن لششون رو بردارن ببرن به طور مثال، و کی خبردار میشه؟ حالا بعد که بیاید خبر رو اعلام بکنید و ملت میگه که معلوم نیست چی بوده، چی کجا گذشته، چی گذشته و اینها. چنانچه الان هستا از این خبرات رو دلتون بخواد، از همین چند روز پیش زحمت یکی از این آمران امر به معروف و نهی از منکر رو، از این گشتای ارشاد رو که میدونید اینا سیستماتیک دارن بچه‌ها در شهرهای مختلف زحمتشون رو میکشن، توی قزوین حسابی پذیرایی کرده بودن از این بابا. بنابراین حساب بکنید روی این که بتونید یک بخش از عملیات رو تصویربرداری از عملیات قرار بدید که این بتونه در کنار خبر به عنوان سند مصور مطرح بشه و رسانه ها و سایت ها و اینها همه بیان سراغش، مثل بمب صدا میکنه. ارزشش هم در اینه. یعنی چی؟ یعنی این که ما میریم در صحنه عمل میکنیم، ولی از عمل خودمون هم ثبت میکنیم، فیلم، گزارش، تصویر و اینا رو بعدا منعکس میکنیم. همون کاری که بچهای سوریه الان دارن میکنن، میرن سراغ تانک های اسد، ولی شکار این تانک ها رو فیلم برداری هم میکنن و میذارن روی یوتیوب. از اونجا الجزیره برمیداره پخش میکنه، العربیه پخش میکنه، CNN پخش میکنه، انعکاس جهانی پیدا میکنه. کاری که شما هم میتونید بکنید. یک تیم از کماندو شهروندانی که میره پای عمل و از عملیاتش فیلم برداری میکنه، عکس برداری میکنه و اینا رو پخش میکنه. البته میدونید که در تمام این داستانی که ما داریم میگیم دائم ذهنتون فعال در رابطه با مسائل امنیتی.
ضریب امنیتی این کار باید بالا باشه. محل رو شناسایی کردیم، کاملا کوچه پس کوچه ها رو میشناسیم، خیابون‌های فرعی رو میشناسیم، راه‌های فرار رو میشناسیم، کجاها میشه قایم شد رو میشناسیم، چجوری میشه با فاصله کوتاهی خود رو از محل دور کرد رو تشخیص دادیم. ساعت‌های رفت آمد دشمن رو شناسایی کردیم، تعدادشون رو، قدرتشون رو، نفراتشون رو، توانشون رو. تقسیم کار میکنیم. بر اساس تقسیم کار هر کس میدونه چی کار باید بکنه، کی باید بره جلو، کی باید اینا رو سرگرم بکنه، کی باید اینا رو متوقف بکنه، کی باید ضربه اول رو بزنه، کی ضربه دوم بزنه، کی بیاد کار رو تموم بکنه، کی موتور آتیش بزنه، کی پذیرایی مفصل بکنه از اینا که بتونن مجوز ورود به بیمارستانشون رو به دست بیارن. همه اینا رو باید پیش بینی بکنید. سرعت، قابلیت، مهارت، شجاعت جزو اصول اولیه کارتون هستش. تعارف که نداریم. جنایتکاری که توی صورت بچه 16 ساله گلوله میزنه نمیتونید برید بگید آقا نکن از این کارا، بده بالا، یه دونه هم تو مغز شما میزنه. اونو باید برید به طور عملی بهش بگید چجوری نباید بکنه دیگه از این کارا، به خودش و همکاراش. اینو من خطاب به بچهای خزانه میگم. شما بچهای خزانه بخارایی، بچهای شوش، بچهای ابوذر، بچهای منطقه زهتابی، بچه‌هایی که هر روز در پارک کاظمی جمع میشید، بچه‌های شهرک شریعتی، شما بغل گوشتونه دیگه، جوانای کوی فرهنگیان اون نزدیکی، بچه‌های علی آباد کنار خزانه، شماها کارتون اینه که الان در رابطه با این رفیقتون علی قاسمی که این بلا رو به سرش آوردن درسی به اینها بدید که دیگه از این کارا نکن. آموزشی بهشون بدید که دیگه از این هوسا نکن. همون بزرگراه بعثت و بغل گوشتون بتونید برای 2 ساعت هم ببندیدش، بزرگترین ترافیک اونجا بروز میکنه. کافیه یه چیزی وسط اون بزرگراه بیادش، از اون طرف به اصطلاح اون بزرگراه تندگویان، اتوبان تندگویان بسته میشه، این پایین بزرگراه آزادگان بسته میشه، یه قوقایی میشه تو جنوب شهر. ببینید پس باید درس بدید بهشون، باید نشون بدید که آقا دست به گلوله بردی، دست به چماق بردی هزینه داره. وقتی شناسایی کردید محل رو، زمان رو، توان دشمن رو و توان خودتون رو تنظیم کردید، تقسیم کار کردید، طراحی کردید نقشه خودتون رو که چجوری میخواید از اینا پذیرایی بکنید، روز و ساعت عملیات رو تعیین میکنید. در اون روز و ساعت به صورت فکر شده، حساب شده، با در نظر گرفتن اینکه آیا جز این نیرویی که الان داره به صورت موتور مثلا رد میشه، دشمن میتونه نیروهای دیگری هم در محل داشته باشه یا نه. اینو باید پیش بینی بکنید. یکی از این 4-5 نفر کارش اصولا اینه که اگر یه خرمگسی وارد صحنه شد و خواست دردسر واسهتون اضافه درست بکنه در ورای اون چیزی که پیش بینی کرده بودید، اون بره سراغش، بره زحمتشو بکشه، برای اینکه نباید توی خود اصل کار اشکالی به وجود بیادش. یکی نمیدونم از روی خریت خواست بیفته جلو و بگه آقا نزنید، چیکار دارید میکنید و فلان. نکن، باید زحمتشو کشید که دردسر درست نکنه. همه اینا رو باید پیش بینی بکنید. اینا جزء آموزش هاست. همیشه و همیشه پیش بینی امور غیر قابل پیش بینی رو بکنید. اینطوری خدمتتون بگم. همیشه بدونید یه سورپرایزی، یه چیز غافلگیر کننده‌ای میتونه در صحنه باشه. بنابراین کسب آمادگی بکنید براش. به محل میرید
و در محل به موقع به محض ورود نیروهای دشمن عمل میکنید. در عملتون سعی میکنید حد اکثر دو عنصر دقت و دلاوری، شجاعت، این دوتا رو با هم ترکیب میکنید. هیچ کاری رو که پیش بینی نشده بوده و بتونه به طور اساسی نقشتون رو به هم بزنه انجام نمیدید. کارهای کوچیک که به اصطلاح تغییرات تکنیکی کوچیک که لازمه برای اینکه خود پروژه موفق بشه این ایرادی نداره، اما هیچ کار اساسی که به اصطلاح اصل قضیه رو زیر سوال ببره انجام نمیدید. بارها در آموزش ها ما گفتیم هدف تمام عملیات که داریم صحبت میکنیم دادن پیام به دشمن هست و بیدارسازی ملت هست. هدف جنایت نیست، هدف کشتن نیست، هدف قتل نیست. حواستون باشه. تأکید میکنم که این نفراتی رو که به چنگ میارید اینا رو باید بفرستید بیمارستان، نفرستید قبرستان. قبرستان با بیمارستان فرق داره. کار ما فرستادن کسی به قبرستان نیستش. ما برای زندگی، برای جان انسان ها ارزش قائل هستیم. جان همه انسان ها بدون استثنا. یگانه موردی که گفتیم دشمن میتونه در مقابل ما جان خودش رو به خطر بندازه اینه که در حال کشتن باشه، در حال جنایت باشه، در حال قتل باشه. این رو باید باهاش مقابله کردش، برای اینکه حفظ جون و دفاع از جون یه امر عقلانی، انسانی، مشروع، قانونی است. بنابراین حق دارید کسی رو که داره شما رو میکشه هر کاری میخواید باهاش بکنید. کسی که اون لحظه داره شما رو میکشه، برای اینکه نکشتتون، برای خنثی کردنش میتونید از هر روشی استفاده کنید. اما از زمانی که شما رو نمیکشه، یعنی در حال کشتن شما نیست، جان کسی رو نباید گرفت. این رو ما به عنوان یه تشکل انسان مدار میگیم، تشکلی که برای جان انسان ها بدون استثناء، تکرار میکنم بدون استثناء، احترام قائل، برای جان انسان ها. برای اینکه این جنایتکاران همشون بدون استثناء در ایران آینده میرن پای میز محاکمه، دونه بدونه جنایت ها و خیانت ها و دزدی ها و تجاوز ها و بی احترامی ها و هر کاری کردن رسیدگی خواهد شد. مو به مو، مورد به مورد، ساعت به ساعت، روز به روز زندگیشون باز خواهد شد. چیکار کردی؟ چند نفر رو کتک زدی؟ کیا رو کتک زدی؟ چجوری کتک زدی؟ چرا کتک زدی؟ همه اینا میتونه مورد بررسی قرار بگیره، مورد رسیدگی قرار بگیره، هم از لحاظ حقوقی و قانونی، هم از لحاظ اخلاقی. پس میریم به صحنه که دشمن رو آماده بکنیم برای به اصطلاح اعزام به بیمارستان، نه اعزام به قبرستان. اینو پس تفکیکش رو قائل میشیم. زمانی که کارتون رو انجام دادیم و گفتیم که بسیار بسیار هوشمندانه و لازم خواهد بود که عکس و فیلم تهیه بشه، نه توسط کسی که داره عملیات میکنه، این اشتباه رو نکنید که هر دو کار رو بخواید با هم انجام بدید. این بزرگترین خطاییه که میتونید بکنید و به قیمت جونتون میتونه تموم بشه. یک نفری که در عملیات شرکت نداره مسئولیت تهیه فیلم یا گزارش تصویری از این عملیات رو بر عهده میگیره، که اون آدم هم خیلی بی سر و صدا کارش رو میکنه، اگر لازم از فاصله دور این کار رو میکنه، از یه جایی که اصلا فقط مشرف به محل باشه و شک برانگیز نباشه اون کار رو میکنه. کارش هم که تموم شد غیبش میزنه. اعضای تیم که وارد خود عملیات میشن فقط به عملیات میپردازن. زحمت این اعضای تیم گشت موتوری بسیج رو میکشید برای اینکه بتونن راحت دست کم 6 تا 9 ماه در بیمارستان به طور ضروری حضور داشته باشن. موتورشون رو اگر میتونید به آتیش میکشید برای اینکه وحشت میآفرینه. آدم های قاتل، جنایتکار، بسیجی اینا از آتیش و اینجور چیزها، از نور خیلی به قول معروف از آتیش خیلی میترسن. جلوی چشمشون موتورشون رو به آتیش میکشید. اگر مجهز هستن بایستی تجهیزاتشون رو در اختیار بگیرید، مصادره بکنید
و به گونه‌ای زحمت اونا رو میکشید که وقتی دارید ترکشون میکنید توان هیچ کاری رو برای تعقیب شما، برای جلب توجه دیگران، برای تماس با بالا و غیره نداشته باشن. بنابراین بیسیمشون اولین چیزی است که بایستی خورد بشه، بایستی شکسته بشه. اگر بلدید چجوری خاموش بکنید و از کار بندازید بیسیمشون رو میتونید بردارید. اگر بلد نیستید باید از بین ببریدش. اگر تجهیزات و غیره همراهشون دارن باید مصادره بکنید. هیچ چیز سنگینی، هیچ چیز تابلویی رو با خودتون بر نمیدارید، چون باید سبک باشید تا بتونید با سرعت از محل دور بشید و پیشبینی لازم رو از قبل باید کرده باشید که از چه مسیر یا مسیرهایی باید صحنه رو ترک کنید. هیچ وقت یک مسیر رو در نظر نگیرید. همیشه احتمال بدید که تو اون مسیر یه مشکلی باشه. ممکنه از روبرو داره یه ماشین پلیس میاد، نمیدونم یه چیزی داره میاد. همیشه برای خودتون مسیرها و امکانهای جایگزین قائل بشید. اصولا منطقه‌ای رو برای عملیاتتون انتخاب بکنید که امکان داشتن این مسیرهای جایگزین درش هست و کاملا بدونید که به چه سمتی دارید میرید. قراره که از این مسیری که میرید از کجا سر در بیارید و چگونه صحنه رو به طور کامل ترک بکنید. باید دقت داشته باشید که معمولا بعد از این موقع میریزن در اون محل مثل مور و ملخ که ببینن چی بوده، کی بوده، کجا هست، چیزی هست یا نه. ترک بکنید صحنه رو و این اشتباه رو نکنید به هیچ عنوان که در 24 ساعت بعدی یا 48 ساعت بعدی به اون محل برگردید، به خصوص با همون لباس و پوششی که داشتید. این خطا رو نکنید. به یاد بیارید تجربه جوانمرد بزرگ، جوان 20 ساله اکبر اکبری رو، کسی که لاجوردی رو به سزای اعمالش رسوندش. این بچه میاد میره خیلی حرفه‌ای در واقع میره در حجره بازار، جایی که لاجوردی جنایتکار استاد شیطان نشسته بود اونجا بعد از قتل عام جوانان ایرانی در دهه 60 که وظیفش بوده، وظیفه تاریخیش بوده به عنوان یک جدیدالاسلام، به عنوان یک نو اسلام. میدونید اسمش قلابیه دیگه، اسدالله لاجوردی. حالا در سالهای بعد اسم واقعیش مطرح خواهد شد و خواهید دید که به چه دین و مذهب و کیشی تعلق داشته. به هر حال بعد از این جنایت‌هاش رفته بود بازار، واسه خودش شده بود حاجی بازاری و این جوان اکبر اکبری میاد میره سراغش، میره و در حالی که شعار میداده به اسم این بوده که حاجی میخوایم بیایم یه سری ازت ظاهرا روسری فروشی داشته اونجا، مثلا روسری بخریم و اینها، میره تو دفترش و این جنایتکار رو به سزای اعمالش میرسونه اونجا. خب تا اینجای کار موفق بوده و در نظر بگیرید انقدر خوب عمل میکنه که موفق میشه تا بیان ببینن که کی بوده و چی بوده صحنه رو ترک بکنه و از بازار میاد بیرون. اما معلوم نیست به چه دلیلی، این رو هیچ وقت کسی ندونستش، هول میشه یا گیج میشه یا بلد نبوده منطقه رو یا چه اتفاقی میفته، میاد و بر میگرده بعد از اون ماجرا که ریختن مامورا و پاسدارا و نیروی انتظامی و اینها، اشتباه میکنه و دوباره به محل بر میگرده به جای اینکه از محل دور بشه. همین اشتباه سبب میشه که یکی از کسانی که دیده بودتش او رو شناسایی میکنه و ظاهرا چیزی هم خب به عنوان وسیله همراهش بوده میفهمن و دستگیرش میکنن و میدونید که به قول معروف زیر شکنجه این جوان که جزو افتخارات تاریخ جوانان ایران هستش جان خودش رو از دست میده. درود میفرستم بر روحش، بر شجاعتش، بر شرافتش که
در 20 سالگی فهمیده بود معنی انسانیت چیست، در حالی که 90 ساله ما داریم که هنوز نفهمیدیم. این مثال رو خدمتون گفتم برای اینکه بدونید وقتی کارتون تموم شد به هیچ عنوان و به هیچ عنوان بر نمیگردید به محل. خب حالا بچه بریم ببینیم چی شده، بریم ببینیم اونجا چه خبره، بریم ببینیم کی هستش. این خبط و خطا رو بکنید هزینه سنگین بابتش میپردازید، هزینه بسیار بسیار سنگین. بنابراین رفتید دیگه برید. دست کم اگر حتی در نزدیکی محلتون هم هست که من اصلا توصیه نمی کنم چنین عملیاتی رو در محل زندگیتون انجام بدید برای اینکه امکان لو رفتن خیلی بالاست، حتما و حتما برای چند روزی اونورا اصلا آفتابی نشید و سعی کنید از لباسهایی در عملیات استفاده کنید که بعداً میتونید اونها رو سربنیست کنید، یا اینکه حداقل برای چند ماهی این لباسها رو دیگه مورد استفاده قرار ندید، ترکیبشون مورد استفاده قرار ندید. بچه های امریکای لاتین که در دهه 70 60 و 70 از این نوع از عملیات استفاده میکردن معمولا با خودشون ماسک میبردن، کلاههای به اصطلاح نقابدار میبردن و چهرهاشون رو کاملا میپوشوندن، عملیات میکردن، از صحنه دور میشدن و اونا رو برمی‌داشتن. اما این بستگی داره که آیا در محیطی که شما میخواید عملیات کنید چنین کاری مناسبه یا نه. اگر مناسبه میتونید این کار رو بکنید. کافی یه جوراب زنونه بکشید روی صورتتون در موقع عملیات و زمانی که وارد راههای فرعی میشید اونها رو به اصطلاح دارید دور میشید از صحنه، از صورتتون بکشید، بردارید. دقت داشته باشید به دوربین هایی که در محل هستش، به دوربین هایی که احتمالاً داره شما رو میبینه یا داره صحنه هایی رو ضبط میکنه. هیچ ایرادی نداره ها، این دوربین ها همه جای کره زمین هستش که شما ببینن 4 نفر دارن میان زحمت 2 تا بسیجی رو میکشن، خب ببینن نوش جانشون، بشینن انقدر نگاه بکنن که دق بکنن. مهم این هستش که شما این وسط کمترین اطلاعات رو از خودتون در رابطه با تصاویری که ازتون اونجا دیده میشه به جا بگذارید. ولی اینو بدونید که جوری نیستش که بدونن کی داره این کارو میکنه. میبینن 4 تا جوونن، حالا اینا کیان؟ برن پیدا بکنن بین 35 میلیون جوون ایران. نگران نباشید. این عزیزان نوع کاری هستش که میتونه برای شما دستاوردهای بسیار بزرگی داشته باشه، به خاطر اینکه شما میتونید کسی باشید که خط کاری رو از طریق یک عملیات اینگونه به سایر جریان ها میدید که آقا اگر میخوای کاری بکنی اینه. جوانهای دیگه، نمیدونم واحدهای امیرکبیر دیگه در سراسر ایران وقتی که این رو میبینن دوزاریشون میفته که چه نوع کاری میتونن بکنن، چه نوع کاری باید بکنن برای شرایط کنونی و میرن دنبالش و انجامش میدن. پس یک واحد خودکفا بر اساس یه سری از راهنمایی‌ها و آموزش‌ها این گونه هستش که عمل میکنه. 3-4 نفر 5 نفر یه تیم تشکیل میدن، تیم حسابی به هم جوش میخوره، حسابی با هم رفیق میشن، حسابی هم دیگر رو میشناسن، به طور اساسی به هم اعتماد میکنن، دائم با هم ورزش میکنن، کوه میرن، آموزش ها رو با هم میبینن، بحث میکنن با هم دیگه، تبدیل میشن به یه تیم منسجم و آماده میشن برای وارد فاز عملیاتی شدن. در فاز عملیاتی تشخیص میدن که چه کاری درسته و چه کار میشه کرد و چه کار باید کرد و میرن انجام میدن. مثل موردی که خدمتتون گفتم. این موردی که گفتم دقت بکنید عزیزان، یه نمونه هست فقط، صرفا یه نمونه است در کنار صدها مورد دیگری که شما میتونید انجام بدید. صدها مورد. یه ذره خلاقیتتون رو به خرج به کار بگیرید، نگاه بکنید به اطرافتون، تشخیص بدید حضور دشمن رو، نقطه ضعف‌های دشمن رو، مکان‌های دشمن رو، مراکزی رو که براش مهمه، مراکزی که سمبولیک نمادینه،
اینا رو وقتی تشخیص دادید مطمئناً میتونید وارد یک فازی بشید که یکی از اینها رو انتخاب بکنید برای حوزه عملیاتی خودتون، برای حوزه کاری خودتون و اقدام بکنید. آموزش هایی که جنبه عمومی داره. همین نکاتی که در ابتدای به اصطلاح این قسمت از عملیات باید بدونیم، یعنی شناسایی دقیق مکان، شناسایی دقیق ویژگی های محل و بعد زمان و غیره. اینو مثلا اگر شما بخواید برید سراغ یه پایگاهی، بخواید برید سراغ یه مرکز دولتی، بخواید برید سراغ یه بانکی، صرافی، یکی از این به اصطلاح مراکزی که این حضرات زندگی میکنن، جنایتکاران رژیم زندگی میکنن و همونه، اصولش همونه. همیشه تیم باید باشه، تیم باید به صورت قوی، منسجم و آماده باشه. کماندو شهربندا باید شکل گرفته باشن. برید سراغ شناسایی، مدت زمان لازم رو بذارید، شناسایی بکنید، کروکی بکشید، نقشه و طرح و پلن محل رو به دست بیارید، راه ها رو شناسایی بکنید، برید در محل، زمان مکان به طور دقیق شناسایی بشه، رفت و آمده کنترل بشه، به دست بیارید اون چیزی که بهش محیط عملیات میگن، فضای عملیات میگن. همه اینا رو به دست بیارید، ببینید که چجوریه و بر اساس اون چیکار بکنید، برنامه‌ریزی بکنید که با این تعداد نفرات تیمتون چیکار میتونید بکنید، به چه چیزایی احتیاج دارید، به چه وسایلی، امکانات، اونا رو پیش بینی بکنید، تهیه تدارک ببینید. بنابراین این رو دارم خطاب به عزیزانی مثل عزیزان واحد امیرکبیر و غیره میگم که اگر میخواید بدونید چیکار بکنید، این راهنمایی‌ها رو مورد استفاده قرار بدید، آموزش‌ها رو مورد استفاده قرار بدید، اما به عنوان یک واحد خودکفا عمل بکنید، به عنوان یک واحد خودمدیریتی عمل بکنید، بر اون اساس پیش برید و سعی بکنید که از آموزش‌ها استفاده بکنید برای به قول معروف اوضاع احوال خودتون، اوضاع احوالی که باید در اون دست به کار بزنید، نوع کارتون رو تشخیص بدید، توانایی خودتون رو بسنجید، توانایی دشمنم بسنجید، آنچه رو که لازم دارید تهیه بکنید، طرح و برنامه‌ریزی بکنید، تقسیم کار بکنید، تمرین بکنید و وارد عمل بشید. فراموش نکنید عزیزان، این اقلیت 1% در جامعه، همونطوری که دیروز ما یک پوستری رو منتشر کردیم بر روی سایت خودرهاگران و بر روی فیسبوک، 1% کارش و وظیفش اینه که 89 دقیقه بازی رو پیش ببره. 89 دقیقه سختی و دشواری و بارش رو دوش 1%. دقیقه 90 چه اتفاق میفته؟ دقیقه‌ایه که باید بازی تعیین تکلیف بشه. اون 99% شروع میکنه به اومدن. پس ببینید الان نشینید تو خونه هاتون منتظر بشید که نمیدونم میرزا عبدالله بره عملیات بکنه مثلا. نه، میرزا عبدالله اینا همه جزو 99% هستن. بدبختن، بیچارن، گرسنن، تو سری خوردن، مریضن، بیمارن، نمیدونم بیکارن و غیره، اما عملیاتی نمیکنن، کار خاصی نمیکنن. چرا؟ چون فکر میکنن هنوز دقیقه 90 نرسیده. دقیقه 90 که شد، همین میرزا عبدالله یا اونی که تبرشو برداشته اومده توی خیابون، بعد به قول معروف نشون میده که همون تبحری رو که در مورد کنده درخت داره در مورد تنه بسیجی هم مثلا داره، در مورد یه لنگ بسیجی هم داره. بسیار خوب، ولی که این اتفاق میفته دقیقه 90. اون موقع منتظرش باشید. تا دقیقه 90 بازی به عهده 1%. بنابراین حساب بکنید روی نیروی خود 1%تون، برنامه ریزی بکنید و بر اون اساس پیش برید. وقت ما تمام است. امیدوار هستم که دیدگاه ها و نظریات خودتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق تلفن 201 818 934 0744 و از طریق ایمیل radioetihad@yahoo.com با ما در تماس باشید.